سلام دوستای عزیز. امروز ما میخوایم براتون یاد بدم چگونه در ویندوز 10 گست اکانت فعال بسازید. در اینجا کلیک میکنید، رایت کلیک، کامند پرومپت ادمن، بعدا نت پی ال ویز همین کامند میزنید، نت پی ال ویز انتر. این ویندوز براتون باز میشه. در این ویندوز شما میتونید که اد کنین یک یوزر نو. طور مثال ما اد میکنم براتون یک یوزر، ببینید که چه رقم اد میشه. در اینجا ایمیل ندین، اینی آپشن زیر در اینجا sign in without Microsoft account، در این برین local account، یک نام برش بتین، مثلا تست، پاسوردش هم تست TE and next کنین. اکانت کرییت شد. اکانت که جور شد اینجا آمد اکانت. اینا سر خود اکانت کلیک کنین، پراپرتیز برین، ممبرشپ برین، ادر برین، دینیجا برین ده گست اپلای کنین، اوکی کنین، خلاص اوکی کنین. یک ریستارت کنین کامپیوترتون، کار میده چیزتون، اکانت گستتون. ما چون کارش ندارم، مالی ریموف میکنم. اینمی بود طریقه جور کردن اکانت گست. فقط نت پی ال ویز NETPLWIZ اینمی است کامنده که برای اکانت گست جور کردن است. خدا کنه از ویدیو خوشتون آمده باشه. با امید از این که شما از این استفاده نیک کنید. خدا حافظتون دوستا.